اگر فکر میکنی ایلان ماسک فقط یک آدم پولدار خفنه و موشک هوا میکنه، باید بگم فقط داری سطح ماجرا رو میبینی. امروز قراره بریم سراغ 10 تا فکتی که باعث میشه با خودت بگی نه دیگه این یارو یک رباته و از آینده اومده. بیا بریم، ولی قول بده تا آخرش وایسی، چون فکت شماره 7 مغزتو سوراخ میکنه. اولین فکتی که مغزتو سوراخ میکنه اسم بچه‌شه. اسم بچه‌شو گذاشته XAEI-12 و اصلا معلوم نیست چیه، انگار پسورد وای فای یا حداقل کد فارسازی ویندوزه. تنها مشکلی که هست آقای ایلان ماسک، تو چطوری بچه‌تو صدا میزنی؟ یعنی چی؟ این چه اسمیه گذاشتی آخه؟ عجیب ترین چیز در مورد شرکت ایلان ماسک یعنی اسپیس ایکس اینه که شرکتش بعد از پرواز موشکاش دوباره برمیگردن و قابل استفاده هستن و این خیلی عجیبه، چون ما حتی لیوان پلاستیکی یه بار مصرفمون هم دوباره استفاده نمی‌کنیم. فکت سوممون که خیلی جالب تره اینه که ایلان ماسک توی 12 سالگی بازیای ویدیویی میساخته و میفروخته و اصلا این کار واقعا دست داره و فکر کن توی 12 سالگی تونستی یک بازی بسازی و اونو بفروشی به قیمت $500. توی 12 سالگی من هنوز فرق دکمه پاور ریست رو نمیدونستم. شما ببینید ایلان ماسک چه مغز مریضی داره و فکر کن بخواد مغزتو هک کنه. فکر کن یک چیپ ساخته که وارد مغزت میشه و میتونی به کامپیوتر متصل شی و در آینده طوری نیست که بخوای چیزی رو تایپ کنی، فقط کافیه بهش فکر کنی و خود کامپیوتر اونو برات تایپ میکنه. ایلان ماسک یه حرکت جالبی که با تسلاهاش کرده یا همون ماشیناش صدا زدنه. فکر کن صداش بزنی که از پارکینگ در بیاد و اونم مثل یک سگ وفادار از پارکینگ در میاد. بعد فکر کن وقتی من داداشمو صدا میزنم بعد 10 دقیقه هنوز جوابمو نمیده و اصلا براش مهم نیست. ایلان ماسک واقعا با این فکت شیشم میتونه همه چیز رو بفروشه و واقعا باور نکردنیه. فکر کن به شوخی بیای توییت کنی که شعله افکن میفروشی و فقط 20,000 نفر اونو پیش خرید بکنن. فکت هفتم که خیلی جالبه و متوجه مغز مریض ایلان ماسک میشه اینه، اون ادعا کرده که ما تو یک شبیه ساز کامپیوتری زندگی میکنیم و اونو جدی گفته. ایلان ماسک تقریبا داشت شرکت تسلا رو از دست میداد. توی دوران اولیه تسلا که داشت ورشکسته میشد با کلی از پولاش دوباره راه انداختش و فکر کن یک شرط بندی خیلی عجیبی کرده و کل پولاشو انداخته توی شرکتش و اگه شرکتش نابود میشد تمام پولاش هم از بین میرفت. این بشر واقعا مریضه و میخواد توی مریخ خونه بسازه و اونجا زندگی کنه. من هنوز توی خونمون جا نمیشم و این میخواد هنوز بره توی مریخ خونه بسازه. و رسیدیم به فکت دهم، یعنی فکت آخر که واقعا برگاتون رو میریزونه و میگین طرف عجب دیوونه و روانیه. ولی قبلش چنل رو ساب کن و این ویدیو رو لایک کن و یه کامنت برای حمایت از من بذار. خیلی عجیبه چون خودش هوش مصنوعی رو میسازه ولی خودش میگه که من از هوش مصنوعی میترسم و یعنی چی؟ و این حرف واقعا عجیبه. فکر کن خودت هوش مصنوعی رو بسازی یا پرورشش بدی ولی حتی خودت ازش بترسی. اون یک هشدار جدی به کل جهان داده که خطرات هوش مصنوعی بسیار بالاست و ممکنه دردسرساز بشه. خب ما با این فکتا متوجه شدیم ایلان ماسک یک آدم خیلی روانیه ولی خب خیلی هم نابغه است. اگر با این ویدیو حال کردی این ویدیو رو لایک کن و چنل منو ساب کن و برای حمایت از من یک کامنت بذار.